سلام بچه‌ها، چطورین؟ اینجا اسپایدی بوک و در مورد قهرمان دوست داشتنیمون صحبت میکنیم. اگه میخواین در مورد مرد عنکبوتی بیشتر بدونین، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. ماسک نصفه مرد عنکبوتی دیگه تبدیل شده به یه نماد و حتی توی پوسترهای فیلم سینمایی مرد عنکبوتی هم استفاده شده. حالا سوال اینجاست که این ایده اولین بار توسط کی و کجا مورد استفاده قرار گرفت؟ باید بگم که اولین بار استیو دیتکو طراح برتر یکی از دو خالق مرد عنکبوتی رو توی شماره 2 مرد عنکبوتی شگفت انگیز استفاده کرد تا حس عنکبوتی اسپایدرمن رو نشون بده. در واقع اون میخواست با استفاده از نمادگری برای نشون دادن این قدرت مرد عنکبوتی استفاده کنه، ولی خب انگار خیلی از خواننده‌ها این نکته رو متوجه نشدن اون زمان. به هر حال این ماسک نصفه خیلی زود به یکی از مشخصات اصلی مرد عنکبوتی تبدیل شد و تو نسخه‌های دیگه اون هم استفاده شد. همه ما توی فیلم یا انیمیشن یا کامیک های مرد عنکبوتی تیتری به این صورت که مرد عنکبوتی تهدید یا قهرمان رو دیدیم. اما اولین بار کی این تیتر روی روزنامه دیلی بیوگل استفاده شد؟ اولین باری که جیمز جونا جیسون به اسپایدرمن لقب تهدیدات تو شماره 4 مرد عنکبوتی شگفت انگیز بود. اما خب این تیتر روی روزنامه دیلی بیوگل چاپ نشد و روی بیلبورد دیده میشد. و بالاخره این تیتر توی سال 1981 و توی شماره 15 از کامیک امیزینگ اسپایدرمن دیده شد. حتما شما هم دیدین که مرد عنکبوتی توی انیمیشن یا دنیای کامیک بارها با تار خودش چیزای مختلفی مثل چتر نجات رو ساخته، یا مثلا دیدین که محلول داخل کارتریج های مرد عنکبوتی تمام شده و اون نتونسته تار بزنه. شاید براتون جالب باشه که این اتفاقا هر دوتاشون برای اولین بار توی شماره 1 مرد عنکبوتی امیزینگ اسپایدرمن افتاد. زمانی که مرد عنکبوتی تو مبارزه با آفتابپرست از تار خودش چتر نجات ساخت و توی ادامه داستان هم دیدیم که مرد عنکبوتی تاراش تموم شد. طرفدارای مرد عنکبوتی میدونن که شعار اصلی و چیزی که مرد عنکبوتی بهش اعتقاد فراوانی داره اینه که قدرت زیاد مسئولیت زیادی میخواد. بازم سوال اینجاست که کی اینو واسه اولین بار به زبون آورد و تو کدوم کامیک به کار رفته؟ خب توی فیلم انیمیشن های زیادی دیدیم که این جمله رو عمو بن قبل از مرگش به پیتر گفته. واسه همین خیلیا به اشتباه فکر میکنن که این جمله واسه اولین بار توی اولین کامیک مرد عنکبوتی یعنی شماره 15 کامیک فانتزی شگفت انگیز اومده، در حالی که اینطور نیست. البته این جمله مشهور توی شماره 15 فانتزی شگفت انگیز به کار رفتش، ولی اونو هیچ کس به پیتر نگفت، بلکه این جمله توسط راوی داستان یعنی استنلی تو کامیک گفته شد. درسته بچه‌ها، توی کامیک‌های اولیه مرد عنکبوتی ما هیچ وقت ندیدیم که این جمله رو عمو بن به پیتر پارکر گفته باشه. در واقع پیتر اون موقع بیشتر به خاطر حس گناه و تقصیر توی مرگ عمو بن شروع به کارهای قهرمانانه کرد و ما زیاد نمی‌دیدیم که حرفی از مسئولیت پذیری بزنه. توی کامیک‌های بعد از اون هم مرد عنکبوتی همش با خودش فکر می‌کنه که نباید اجازه بده تا سرنوشت کسی دیگه‌ای مثل عمو بن بشه. این رو هم بگم که توی شماره اول کامیکی که سال 1968 چاپ شد و سیاه‌سفیدم بود، توی چند صفحه شاهد بازروایت سرگذشت مرد عنکبوتی بودیم، جایی که پیتر پارکر این جمله معروف رو به زبون میاره، ولی بازم اشاره نشدش که عمو بن اون رو گفته باشه. تا اینکه یهو تو سال 1972 واسه اولین بار دیدیم که عمو بن اون جمله معروف رو میگه، ولی کجا؟ این اتفاق توی آلبوم موسیقی راک کامیک من میفته. شاید فکر کنین دیگه بعد این آلبوم بوده که این جمله توی کامیک بوک ها به عمو بن نسبت داده شده، ولی بازم اشتباه میکنید. مثلا توی شماره 247 مرد عنکبوتی شگفت انگیز دیدیم که اسپایدرمن توی یه رویای توهمی با یکی از دشمنای خودش مبارزه میکنه، اما بعد از اینکه ماسک طرف رو برمیداره عمو بن رو زیر اون ماسک میبینه. عمو بن بهش میگه که من بودم که بهت نشون دادم قدرت زیاد مسئولیت پذیری داره، ولی خب بازم به طور مستقیم جمله قدرت زیاد مسئولیت به همراه داره رو بهش نمیگه. اما بالاخره تو کامیک اسپایدرمن علیه وولورین که سال 1987 چاپ شد دیدیم که این جمله سرانجام به عمو بن نسبت داده شد، جایی که پیتر به خودش میگه شاید این قضایا به من ربطی نداشته باشه، ولی دست خودم نیست، چون یادم میاد عمو بن بهم گفته بودش که قدرت زیاد مسئولیت به همراه داره.
جالبه بدونید تا وقتی استیو دیتکو تا راه مرد عنکبوتی بود، پیتر پارکر هیچ کدوم از دخترایی که بهشون علاقه داشت رو نبوسید، تا اینکه برای اولین بار توی سال 1968 توی شماره 59 از کامیک مرد عنکبوتی شگفت انگیز بالاخره اولین عشق حقیقی خودش یعنی گوین استیسی رو بوسید. سر همین بوسه پیتر به گوین میگه حاجی نکن، بابا داره نگاهمون میکنه، که باباش میگه اشکالی نداره پسرم، بالاخره ما هم جوون بودیم. این نشون میده که کامیکای مرد عنکبوتی چقدر اخلاق گرا بودن که حتی یه بوسه که توی فرهنگ آمریکایی چیز خیلی ساده‌ای هم هست، سالها طول میکشه که توی داستان‌های اسپایدرمن رخ بده. در واقع استنلی همیشه میخواستش که اولین بوسه پیتر پارکر با دختری باشه که واقعا و با تمام وجود عاشقش شده باشه. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین و نظراتتون رو هم حتما این پایین بنویسید. تا ویدیوی بعدی See you.